اگه شما هم توی خونه نون تست درست میکنید بهتون پیشنهاد میدم حتما این مدلی هم درستش کنید. فوق‌العاده این نون جذابه، بچه هم که خیلی دوستش دارن. برای درست کردنش همه مواد خشک دستور رو مخلوط کنید، شیر رو اضافه کنید، آب دستور هم اضافه کنید، ولی 1-2 قاشق از آب و کنار بذارید. اگر نیاز بود حین ورز اضافهش کنید. تقریبا 10 دقیقه که ورز دادید بعد کره نم رو بهش اضافه کنید. طی 2-3 مرحله مجدد ورزش بدید. باید یه خمیر عالی با سطح صاف به دست بیاد و حتما هم به تست پنجره برسه. به این صورت حالا خمیر رو 2 قسمت کنید. یه قسمتش میشه خمیر سفید و اون یکی هم 1/3 رو کاکائویی تیره میکنیم، 2/3 رو کاکائویی روشن. برای این مدل تیره تقریبا نصف قاشق غذاخوری پودر کاکائو با یکم شیر اضافه میکنیم، 1 دست میشه. برای مدل روشنش هم حدوداً 1 قاشق چای خوری پودر کاکائو کافیه. خمیرها رو چونه میکنیم، استراحت میدیم تا حجمشون 2 برابر بشه. بعد از اینکه 2 برابر شدن هر کدوم از خمیرها رو به 5 قسمت تقسیم میکنیم و هر کدوم رو چونه میکنیم، روشون رو میپوشونیم، یه رو به استراحت میدیم و بعد از اون هر کدوم از خمیرها رو به این شکل روی سطح باز میکنیم و رولشون میکنیم. بعد از اینکه خمیر رو رول کردید یه مقدار با کف دست رولها رو بازتر بکنید. به همین شکل همه خمیرها رو رول بکنید، یه مقدار بازشون بکنید و حالا برای قسمت اصلی اول خمیر تیره رو حالا با وردنه یا با دست به این شکل بازش بکنید و بعد خمیر روشن رو بینش قرار بدید. حالا از زیر خمیرها رو بکشید و به هم وصل کنید، به هم بچسبونید به این شکل. یعنی این خمیر روشن بین خمیر تیره قرار میگیره و حالا اینو باید بین خمیر سفید بذاریم. خمیر سفید هم یه مقدار باز بکنید با وردنه، این خمیر تیره میره بینش. مجدد از 2 سمت خمیر رو به هم بچسبونید. تمام رول ها به همین شکل آماده میشه. بعد با کف دست یه مقدار رول ها رو بازترش کنید طوری که 2 برابر طول قالبمون بشه. بعد از وسط نصفش بکنید. وقتی نصف میشه یه مقدار خمیر خودش رو جمع میکنه. مجدد میتونید که یه مقدار با دست بازش کنید. به این شکل رول ها رو داخل قالبی که با کره چربش کردید بذارید. اجازه بدید استراحت آخر داشته باشن تا لبه قالب بالا بیاد. بعد در قالب رو بذارید یه رو به دیگه تو محیط باشه و بعد بفرستید توی فر کاملا داغ.